در اساس ترتیب تصدیق نموده فدراسیون گشتین جمهوری تاجیکستان با موافقه مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکند و کمیته کار جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سنه‌های 26 و 27 ایونی سال روان بخشیده به 24مین سالگرد روز وحدت ملی مسابقه جمهوری برای گرفتن جام رئیس شهر پنجکند اوید به گشتین طرز آزاد بین نورسان سال تولدشان 2004 تا 2009 در ورزشگاه مرکزی شهر پنجکند برگزار گردید. مورد به ذکر است که رئیس شهر پنجکند محترم عبدالخالق خالقزاده در مراسم رسما گشوده شوی مسابقه اشتراک نموده و سخن گفت و وزیر را سرآول با عید وحدت ملی تبریک نموده به ورزشکاران موفقیت آرزو نمود. در مسابقه نام برده نورسان از همه شهر و ناحیه‌های جمهوری اشتراک نموده طبق نتیجه گیری داوران 28 نفر سزاوار جای اول، 28 نفر سزاوار جای دوم و 56 نفر سزاوار جای سوم گردیدند. از غالبان ذکر گردیده 4 نفر جای اول، 7 نفر جای دوم و 4 نفر جای سوم را نورسان شهر پنجکند به دست آوردند. با غالبان مسابقه مذکور از جانب معاون یکم رئیس شهر محمد صادر سفرزاده مدال، دیپلم و دیگر تحفه‌های خاطرماند سپرده شد. اینچنین یک قطار از فعالان و سهمداران در برگزاری مسابقه مذکور با سپاسنامه‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکند سرفراز گردانیده شدند. گزارش مرتبه رحمانова و طلب شاتاشف برای برنامه اطلاعاتی پیغام از ورزشگاه مرکزی شهر پنجکند.